با ادامه برنامه تیک تاک در خدمت شما هستیم. اعتراف‌های دروغین یا همون اعتراف‌های زورکی یکی از روش‌های شناخته شده رژیم آخوندی در برخورد با مخالفینش است که حتما شما تا به حال صحنه‌های زیادش رو توی صفحه تلویزیون دیدید. افرادی که قبل از اینکه دستگیر بشن حرفی می‌زدن ولی بعد از اینکه دستگیر میشن یک دفعه موازهشون 180 درجه چرخش می‌کنه. اینکه چه اتفاقی میفته هیچ وقت معلوم نیست، اما خب برای همگان روشنه که این اعترافات زورکی است و از هیچ اعتباری برخوردار نیست. همکارانمون گزارشی در این رابطه و به کارگیری این شیوه کثیف در برخورد با مخالفین در رژیم آخوندی گزارشی دارند که توجه شما رو بهش جلب می‌کنه. یک شیوه خائنانه تبلیغاتی در رژیم آخوندی حاکم بر ایران، نمایش‌های تلویزیونی و رسوای اعترافگیری‌های اجباری، نمایشات مشمئز کننده‌ای مملو از دروغ، اعترافات غیر واقعی به ضرب شکنجه وحشیانه که توسط شبکه تلویزیونی تحت کنترل وزارت اطلاعات رژیم پخش میشه. هدف از این نمایش‌های دروغ مشروع کردن جنایت‌های رژیم. اعتراف‌های مهندس سعید ملکپور فارغ التحصیل دانشگاه شریف از رشته مهندسی مواد و برنامه‌نویس کامپیوتر یکی از این شیوه‌های خائنانه تبلیغاتی است. او در سال 87 برای دیدار پدر بیمارش از کانادا به ایران باز می‌گردد، اما 3 روز بعد به سبک آدمربایی در میدان ونک دستگیر و نوروز 88 فیلمی از او در تلویزیون رژیم به نمایش گذاشته می‌شود. همسر وی وقایع را در یک مصاحبه که بر روی اینترنت قرار گرفته است این گونه بازگو می‌کند. یه وسطای آذر ماه به من زنگ زدن که میتونی بیای شوهرتو زندان ببینی. قبل از اون 10 نامه داده بودم که من میخوام سعیدو ببینم، میخوام ببینم حالش چطوره. من فقط از دور دیدم که پدرم، من داشتم با بازجوی سعید صحبت میکردم، دیدم پدرم یه آقایی رو بغل کرده و چهره پدرم رو دیدم که داره گریه میکنه. من گفتم شاید از دوستان قدیمی رو دیدن، چون پیش از ساختمون اداری بود. رفتم جلو، دیدم که پدرم گفت زهره جان آقا سعید. من با تعجب نگاه میکردم، نه این سعید نیست، این سعید. من گفت زهره منو زیر شکنجه مجبور به اعتراف‌های خلاف واقعی کردن. مقاومت که میکردم تهدید میکردن که میان تو رو دستگیر میکنن. البته آذر ماه که سعیدو توی زندان دیده بودن به من گفته بودن که 25 ساعت فیلم برداری تلویزیونی از من کردن، ولی بهش گفته بودن که ما اینو برای چیزای خودمونه، برای اینکه بعدا میخوایم بودجه بگیریم باهاش. تو کاری نداشته باش، این اعترافا رو بکنی آزادت میکنی. باورش نمیشد که این اعترافا از تلویزیون پخش کنن یه زمانی. حسن یا سیامک آرمین در 11 بهمن روی صندلی چرخدار بود که در ملأ عام در چهارراه طالقانی کرج اعدام شد. اون یک ورزشکار حرفه‌ای کینگ بوکسینگ بود و کارش خرید و فروش ماشین، تا اینکه در سال 88 یک مزدور انتظامی بر حسب تصادف در زیر ماشینش به هلاکت می‌رسد. سیامک آرمین قبل از اعدامش جزئیات شکنجه هایی که به اون رفته و اینکه از اون میخواستن به دروغ اعتراف کنه رو بازگو کرد. الان 6 ماه من تو زندانم، متوجهی؟ من زدن از کمر به پایین فلجم، الان کمرم ناقصه، لگنم شکسته، با باتون، با فلاق، لغت، همه چی آقا، همه چی. فیزیکی بلندم میکردن این جنازه، کمرم میکوبیدن رو پله های آگاهی، کمرم شکستن. بله تو آگاهی زدنم اینجوری کردن. الان 6 ماه خوابیدم، اینجا الان کمکم میکنن زندانیای دیگه، دستشویی برام لگن میذارن زیرم و اینا. مرای کمرم شکسته، لگنم شکسته، پای چپم شکسته، زانو، مچ دست راستم شکسته، قفسه سینم دنده ها شکسته. اداره آگاهی فرهنگ هادئیان رئیس اداره آگاهی یکیشون بود، بقیه‌شونو نمیشناختم، چشام بسته بود، دهنبندم زده بودن که صدام در نیاد، دست پاهم که بسته فقط میزدنم. میگفتم خدا پیغمبر قبول ندارین، خدا پیغمبرم فحش میدادن. میگفتم ما نه خدا مایی، پیغمبرم ماییم، هر چی ما میگیم ماییم، باید گردن بگیری.
قفلای زنجیری تو آگاهی راکت بود، میخواستم بندازن گردن من. زورکی منو میزدن، میگفتم باید گردن بگیری، چون هیکل من یه خود گنده بود، ورزشکارم. خب میگفتم تو با این هیکل گندت باید قسمت گردن بگیری که ما بتونیم جوابگوی این قتلا باشیم. زن و بچه‌م میآوردن جلوی چشم من، به من گفتن که تو اعتراف نکنی اینا الان زنت میبریم زندان، بچه‌ت هم میبریمش تحویل پرورشگاه میدی. یه بزرگترین عذاب روحی که به من میدادن. بدین ترتیب آخوندهای جنایتکار با شیوه خائنانه تبلیغاتی اعترافگیری اجباری از زندانیان بیپناه در زیر شکنجه جنایت‌های قرون وسطایی خود را می‌پوشانند و دست به هر عمل قساوتباری علیه زندانیان می‌زنند. طبعا این کارهای ضد بشری در مورد زندانیان سیاسی ظریف می‌خواد. با این حال پوچی و بیهوده بودن این نمایش‌ها رو می‌تونیم در استمرار مبارزه و فوران خشم مردم در قیام 88 بگیریم. وقتی که مردم فریاد می‌زدند شکنجه، اعتراف دیگر اثر ندارد.